مثلا حالا آنجا که مثلا مرحوم غزالی میگفت یا ابن تیمیه که شما در قیاس منطقی مهمترین یعنی فوندامنت شما، اساس شما هم کبراست. کبرا هم از جای دیگر به دست شما آمده است. مثلا آنجا که شما میگویید شاکر خردمند است، این مبتنی بر آن کبراست. انسان موجود خردمند است. خیلی خوب، این انسان موجود خردمند کبرای شما از کجا به دست آمد؟ حالا از هر کجا هم به دست آمده باشد، وقتی تو این را به این اعتقاد داری، پس در داخل همین هست که شاکر هم خردمند است. چیزی تازه که نگاورد است این منطق. ما میگیم که نه، خیلی از مسائل هست ما کلیتش رو قبول داریم، اما در مصادیقش بعضی ها تردید دارند. بهترین مثالش در همین وجود خداست. چگونه؟ ببینید، مگر ما انسانی داریم که یک کبرایی هست در ذهن ما بالفطره اون رو قبول داریم. هر انسانه، خدا باور، نمیدونم ماتریالیسم، ما دیگر همه قبول دارن که هر معلول نیاز به علت دارد. یعنی هر چیزی که وقتی نبود پیدا شد نیاز به پدید آورنده دارد. یعنی هر معلول نیاز به علت دارد. البته معلولی ممکن، حالا بعدا خواهیم گفتیم ریزش رو، نیاز به علت دارد. اینو که همه قبول دارن. خیلی خوب، وقتی قبول دارن، اما یکی از مصادیقش چیست؟ همین جهان. مگر جهان هستی معلول نیست؟ چیزی نبوده باید پیدا شده. حتی اگر بپذیریم که جهان مثلا اول ندارد، والا اگر بالفرض بپذیریم، بعضی میگویند که جهان که از اول بود. خیلی خوب، حتی اگر این رو بپذیریم، در جهان که هر روز یک چیزهایی پیدا میشوند، نبودن باید پیدا میشوند، حادث میشوند. خب اینا که همه قبول دارد که اینا همه معلولاتی هستند. این معلولها نیاز به علت دارن یا نه؟ علت فاعلی. خب باید قبول داشته باشن همه. اما بعضی ها منکری آفریدگار هستند، منکری علت برای این هستی هستند. میگوید خب نیاز به خدایی نیست. اینجاست که میگوییم حتی ببینید وقتی شما هر معلولی نیاز به علت گفتید، مگر در بطن این نهفته نیست، خوابیده نیست که من جمله جهانی هستی معلول است، نیاز به علت دارد. خیلی خوب، یکی از مصادیقش این است. خب آیا همه باور دارن به این؟ کبرا در کبرا به گونه اجمال هست، اما نتیجه ما تفصیل است. ما میبینیم مصادیقش رو معین میکنیم. انسان خردمند است یک کبراست به گونه اجمال. آره در بطن این نهفته خوابیده که شاکر همچون انسان است، او هم باید موجود خردمند باشد. اما وقتی گفتیم نتیجه گرفتیم که شاکر هم خردمند است، این نتیجه ما درست است که در بطن اون هست، در داخل اون نهفته، اما تفصیل است که شاید بعضی ها، حالا مثالم خیلی ساده است، شاید مثالهای یک خورده دشوارتر بیارم، وقت خواهید فهمید که لزوما چنین نیست که هر کسی اگر به یک کلیت یک چیز باور داشته باشد به مصادیقش دیگه، من در موردی مصادیقش هم شک نداشته باشد. نه، باید اونو باز کرد. خب اینجا به فلسفه همینجا به درد انسان بخورد و ابزارش هم قیاسی منطقی است. یا خودی همین آقای مطهری خدا رحمت کند یک مثال میزنند، یک مثال معماگونه، بعد میگن که من برای شما یک مثال میزنم که خودتان اعتراف خواهید کرد، تسلیم خواهید شد که انسان از طریق قیاس منطقی میتواند یک مجهول را یک مجهولش تبدیل به معلوم شود، فقط از طریق قیاس عقلی. مثالشون هم این است. میگن که فرض کنید میگن ما 5 تا کلاه داریم
کی؟ کلاه. 5 تا کلاه داریم، 3 تاش سفید است و 2 تایش سرخ. خب بعد 3 نفر را میشنونیم در یک نردبان زینه پایه. خب این فرض کنید این زینه پایه 3 تا پله دارد. در پله اول 1 نفر میشیند، در پله دوم 1 نفر، در پله سوم 1 نفر. اونگاه چشم اینا رو میبندیم. اول اینها دیده بودند که کلاه 5 تا هست، 3 تاش رنگ سفید، 2 تاش رنگ سرخ. بعد چشم اینا رو میبندن، با سری هر یک تاش کلاه میگذارند. نمیدانستن اینها کلاهی، نمیدانستن که کلاهی که بر سر اینا گذاشتن چه رنگی است. بعد چشمان رو باز میکنن، به اونا میگن که شما حق ندارید به پشت خود نگاه کنید. یعنی طبعا اون کسی که در بالا نشسته است اون 2 تا پیشکی اولی رو میبیند، اما اون 2 تا اولی میاننگی فقط اولیه میبیند، اولی هم هیچ کی نمیبیند، چون فرض بر این است که اجازه ندارد به عقب خودش نگاه کند. اون وقت حالا با سر اینا کلاه گذاشتند و از اینا پرسیدند که از اون کسی که بالا نشسته بود گفتند که رنگ کلاهی تو چیست؟ اون نگاه کرد با 2 کلاه اولی، گفت من نمیدونم. چرا گفت نمیدونم؟ چون که کلاه اولی 1 تاش سرخ بود، 1 تاش سفید. اگر 2 تاش سرخ بود این میفهمید که کلاه خودش سفید، چون که ما فقط 2 تا سرخ داشتیم کلاهی. اما چون دید 1 تاش سرخ و 1 تاش سفید، نمیدوند که کلاه این هم میتواند سرخ باشد هم میتواند سفید باشد. دومی گفت که کلاه من رنگش سفید است. از کجا فهمید؟ از اینجا. از سومی ندیده بود، شنیده بود که من گفت من نمیدونم. اگر از این نمیدونم این نتیجه آورد که اگر کلاه این هر دو اینا سرخ بود اون میگفت میدونم، میگفت سفید. چون نمیدونم گفت، خب کلاه من و کلاه اولی پس یک گونه نیست. یعنی میبیند که کلاه اولی مثلا سرخ، میگفت مالی من اگر مالی ما هر دیما سرخ بود که اون میگفت سفید یعنی خودشه. چون نگفت میگفت فی الفرد میگفت سفید، چون اولی سرخ است، چون مختلفند. اولی هم هیچ کی را ندیده میگه که کلاه من قرمز است. چرا؟ این هم فقط با شنوفتش یک قیاس عقلی منطقی ترتیب میده در ذهنش، از گفته اولی نتیجه میگیرد، از گفته دومی، و بعد میگه قرمز است. در اینجا فقط اینا نشستند با یک سلسله قیاس های منطقی در ذهنشون ترتیب دادند و به این نتایج رسیدند. پس قیاسی منطقی میتواند نتیجه دهد. بالاخره کلاهی که در سر اینا بود که یک مجهوله، نمیدونن رنگش چیست، از طریقی تفکر و شنفتم، فقط از یک تا شنفتا شنویدش هم کافی نبود، فقط آمد تحلیل کرد در ذهنش و به نتیجه رسید و درست هم بود نتیجهش. پس اینکه اشکال گرفتن بر روشی منطقی که بیفایده است، خب جا ندارد. این اشکال ها بیپایه هستند. حالا اگر یک کس گفت که مگر اینها اینقدر دانشمند بود مگر اشتباه میکنه، خب انسان است، هر انسان جایز الخطا است. علامه در باشید هم خطا میکنند، همه ما خطا میکنیم، همه ما اشتباه میکنیم. ما کسی، فقط خدا اشتباه نمیکنه و پیامبر که معصوم است. دیگه انسان‌های دیگر همه جایز الخطا هستند. خیلی از نظریه هایی که قبلا دانشمندان در زمانشان آمده بودند ثابت کرده بودند، بعداً بطلانش ثابت شد توسط یک عالم دیگر، بطلانی وی ثابت شد. ببینید
اشتباهی برخی از فلاسفه این بود، یعنی اصلا اشتباهی فلاسفه شد که مرحوم غزالی بود، ابن تیمیه بود، یا مثلا همین فرانسیس بیکن و پوزیتیویست ها آمدن این اشکال را گرفتند و بعد از ریشه فلسفه را، روش تعقلی را مثلا زیرا باشه زدند. ببینید اشتباهی فلاسفه این بود که اینها آنجا که با روش تعقلی در فلسفه پیش می رفتن، خب کار درست میکردن، اما اینها آمدن در بعضی از علوم طبیعی مثلا مثل فیزیک و اینا با روش تعقلی خواستن مجهولات فیزیکی را کشف کنند. خب این اشتباه بود، مثلا ابن سینا یا دیگر فلاسفه. باید آن کسانی که اشکال گرفتن بر فلاسفه بگویند که شما در استفاده روش مثلا گاه مرتکب خطا شده، نه اینکه بگویند روش شما اصلا از ریشه خطاست. توجه هستید؟ من وقتی علم فیزیک است و موضوعش ماده طبیعی است، خب اینجا باید دیگه هم سراغ آزمایش تجربه اینجا دیگه 100 سال هم بر ذهنمون فشار بیاریم که نمیتونیم نتیجه دست یابیم. باید هر روشی رو در جای خودش به کار گرفت. وقتی دیگه این روش رو گرفتی به جای این علم استفاده کردی که روششون نیست، خب اشتباه خواهی شد، مرتکب خطا خواهی شد. به همین خاطر است که بعضی از فیزیک دانای امروز که درباره اعتقادات دینی اظهار نظر میکنند، اینها اشتباه میکنند. عالم فیزیک که سر و کارش با ماده طبیعی است، خب روشش هم همون تجربه است. تو فقط در موردی ماده میتوانی حکم داوری کنی، اما در آن چیزی که ماده نباشد، مجرد باشد، خب تو حق نداری تو اونجا اظهار نظر کنی. که یک فیزیکدان اخیراً شنیدم، خودش هم یک فیزیکدانی معلول است در آمریکایی، گفته است که من ثابت کردم که خدا نیست. خب تو غلط کردی. از کجا؟ میگه که من دیدم که مثلا این عالم یعنی آفرینش جهان به گونه‌ای بوده است که نیازی به خدا نبوده است. خب خیلی خوب، یعنی نتیجه تو پس خدا نیست. خب تو از اول اشتباه کرده بودی که خدای در همین زمین همین عالم پیدا کنی. خدا که اصلا تو دنیا نیست، این جهان ماده نیست که خدا موجودی مادی که نیست که ما با تجربه یا استقرا اینا به دنبالش رویم. اشتباه از اول اینا همین است. نه روح را میتوان با آزمایش و تجربیات ثابت کرد. روح هم مجرد است، یک موجودی مجرد است، نه با تلسکوپ دیده می شود و نه با در لابراتوار کشف می شود وجودش. موجودی مجرد است. اثباتش هم از طریق هم روش های عقلی است که انشاءالله بحثش خواهد آمد. خب تا اینجا دیگه بحث امروز هم تمام کنیم. انشاءالله بحث های بعدی باز واردی شاید معرفت شناسی فلسفی شویم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته و صحبه المنتجبین.